درود میگویم به همه اون نفرانی که تازه با شبکه سفینه پیوست هستند و یک درود گرمی دیگر به همدیران گرامی قدری که بیرون از مرز کشور ما را طریق محور تماشا میکنند. دوستان عزیز، برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است مهمان خاندان شما و تصمیم گرفتیم گروه ایجادی که در سال خوانش نوی 2022 خوب برنامه تازه ایجاد خود را در موضوع مفهوم استقلالیت و احترام به ارزش‌های ملی از نظر جوانان تهیه و راه‌اندازی بسازیم و دعوت نمودیم این هفته آموزگاران و دانشجویان فعال کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی آسیمی را که من شما را خیر مقدم میگویم. قبلا خوش آمدید به تلویزیون سفینه و امیدوار هستم که با اشتراکتان در این موضوعی که ما پیشنهاد کردیم اندیشه های سالم و سازگار و سازنده پیشنهاد خواهد کرد. خب ببینید، واقعا ما یک نسل جوان افضلیت و برتریت ما در آن است که ما در یک کشور آباد و آسوده و استقلال عمر به سر میبریم و واقعا هم باید همیشه آیت شکرانه بر لب داشته باشیم از استقلال و از آزادی و از آبادی و از تینجه و آرامی که حکم فرما است در تاجیکستان آفتابی. خب میخواهم نظر شما رو در مورد آن دانسته باشم که خب استقلالیت به معنای تامش از نظر شما چی است؟ ما 1100 سال مقدم دولت الهیده خود را داشتیم، پرچم خود را داشتیم و طول این 1100 سال مستقل نبودیم که با دست آمدن استقلالیت ما توانستیم که در خریطه جهان یک دولت الهیده با نام تاجیکستان تشکیل کرده شویم. این استقلالیت به ما بسیار امکانیت ها داد که تمام دولت های دنیا ما را همچون دولت الهیده شناسند. با قطار دیگر دولت ها نیز ما رشد کنیم. در طول 31 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان به بسیار دستاوردهای مهم نظررس شد، صاحب گشت. از آن جمله تمام انفراساختور جمهوری تاجیکستان امروز پابرجاست. از ساحه انرژتیک، ساختمان، نقلیات، کمونیکاسیا، اقتصادیات، خصوصا معارف خیلی پیشرفته ایستاده است که همه این از استقلالیت به ما کمک کرد که ما به این نقطه ها آمده رسیم، به این دستاوردها نائل شویم و وظیفه هر یکی ما در آن است که با ارزش هایی که ما به دست آوردیم به قدر آن برسیم تا تبلیغ کنیم تا در آینده یکی از دولتی ترقی کرده در دنیا ما را بشناسند. باید قید کرد که در این دوره استقلالیت واقعا هم انفراساختور اقتصادیاتی کشور رشد کرد و به واسطه ما که ساحه معارف کارمندان ساحه معارف هستیم به واسطه این همه پیشروی ها و سازندگی ها رو مخصوصا دیدن میبریم و باید قید کرد که در ساحه معارف پیوسته در آغاز سال نوی تحصیل در وقتهای معین بنیادی مکتب و دانشگاه ها بنیادی مکتب های شکل نو زمانوی بنیاد کرده به استفاده داده می شود که هر یک جوانان هر یک نورسان رو به آن دعوت می کند که در همین شرایطی که امروز جمهوری تاجیکستان مهیا ساخته است به واسطه دانش خوب از خود کنند، علم های زمانوی معاصر رو آموزند تا که باز هم برای رشد جمهوری صاحب استقلالمان نقش مهم بازند. استقلالیت یکی از نعمت‌های بی‌بهای که هر یک ما صاحب آن گشته ایم و ما باید به قدر این نعمت بی‌بها برسیم. اگر ما خود را با دولت‌های همسایه خود مقایسه نماییم، مثلا ما با افغانستان ما را یک دریا جدا میکند، اما ببینید که در مابین این یک دریا چقدر فرقیت است. هر روز در آن دولت ترکیش است و سوختار است و جنگ و کشتار است و اما ما تنجی و آرامی است، صلح و ثبات است. این همه از برکت استقلالیت است و از زحمت های پیشوای ملت ما است که اینقدر زحمت کشید برای ما جوانان. و به عنوان یک سخن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امادالرحمن پسند است که میگویند استقلالیت تاجیکستان را با جهان و جهان را با تاجیکستان شناس کرد. و
این چی معنی دارد؟ یک نمونه مثالی من این است که 14 فوریه سال 1992 مناسبت دیپلماتی بین تاجیکستان و بین حکومت ایالات متحده آمریکا شد که در این بین همگی 32 مناسبت‌های بین دولتی که در موضوعهای مبارزه با تروریسم، مبارزه بر گردش غیر قانونی مواد مخدر به امضا شده است که 22 سندهای آن سندهای بین حکومتی بود. استقلالیت این صاحب اختیاری مستقلیت کامل دولتی است. در عرصه جهانی اعتراف شدن نظام دولتداری است. استقلالیت این برابری و برادری همه اعضای جامعه صرف نظر از خلقیت، عرف و عادت و عقاید افکار است. استقلالیت محض همین استقلالیت به ما شرایط ها فراهم آورده است که تا ما دانش بیاموزیم، کسب بیاموزیم و به خلق وطن عزیز خود صادقانه خدمت نماییم. و چطوری که گفتیم همه این نعمت ها از استقلالیت است. بله. بنازیم ما ز استقلال تاجیک، ز استقلال هم اقبال تاجیک، ز استقلال یافتیم سربلندی، ز استقلال رسیدیم ما به شادی. استقلال این خود معنای آزادی را دارد. استقلال یکی از گفتگان بزرگی ما یعنی سید محمود داننده علم‌های گومانیتری و ما پیشنهاد نمودند که استقلال این معنای آزادی را دارد و استقلال برای هر دولت میسر نمیگردد و این به دولت ما آن را با شرافت پیشوای ملتمان با خرسندی و با شادباشی به دست آورده ایم و همه این آزادی هایی که امروز ما داریم با شرافت پیشوای ملتمان می باشد. محض امروز که استقلالیت دولتی است که برای ما جوانان برای خواندن و جاری نمودن ایده های نو خود مثال امکانیت های خوب است که ما مثال یک آزمون هایی که تشکیل میشن سال تا سال که محض با شرافت استقلال است که اگر که خواهش داری سمت علم های دقیق است یا که سمت علم های گومانیتری است مثال میتونه که استعداد خود را رفته معرفی کرده و جایهای افتخاری را گرفته و با مکافات‌های بلند قدردانی میشوه که این همش محض با دستگیری های پیشوای ملت است و دستگیری هایی که برنامه‌ای که امروز در حکومت جمهوری تاجیکستان جاری میشود محض با دستگیری های پرزیدنت مملکت است. استقلال این یکی از والاترین و ارزشمندترین نعمت بی‌بهای هر یک دولت است. بله. چون که در روایات های خلقی میگویند که یوسف که با مصر پادشاهی میکرد ای کاش گدا بود و کنعان خوشتر. بله. یعنی که هر یک شخص را در دولت خود و در منطقه خود قدر میکنند. اگر دولت ما آرام نباشد، دولت ما تنج و همبستگی یکدیگر فهمی آسایشتگی نباشد، این چگونه زندگی میکنیم؟ چه خیلی به پیشروی ما نائل میشویم؟ برای همه این پیشروی ها، همه این دستاوردهایی که ما عین حال به دست آورده ایم ثمره اساسی استقلالیت است. اگر ما استقلالیت نمی داشتیم ما شاید تا این دم در همین جمع نمی آمدیم، آسایشته در همین جا نمی نشستیم. از همین لحاظ همه دستاوردها را به نظر گرفته کوشش نماییم که تمدن و عنعنه‌های ملی نیاگان را پیشرفت کار خود قرار داشته بزرگان چون سعدی و حافظ چون عطار و غزالی را یعنی که احترام گذاشته استقلالیت دولتی خود را احترام گذاریم و این را قدر نماییم. امروز که از بزرگی استقلالیت گپ میزنیم، اصلا که بزرگی استقلالیت شهادت دهنده بزرگی ملت تاجیک است که ملت تاجیک توانستند در هر حالت مقصد ناگوار خوب دوباره یعنی استقلالیت ملت تاجیک را دوباره زنده بسازند. و امروز ملت تاجیک به درجه رسیده است که مقصد یک ملت یک دولت کوچکی که در عرصه جهانی یعنی از منبرهای بلند صحبت می نماید، مصلحت ها می دهد و امروز ایده ها پیشنهاد می شود. بله. امروز جهانیان مقصد از اندیشه و از مصلحت های ابرمردان ملت تاجیک یعنی استفاده میبرند. خب یک عالم سپاس. همین گونه است واقعا اگر
نظر خوب ژرفتر اندیشه کرده باشیم. ببینید دوستان عزیز، امروز واقعا هر یک فرزند تاجیک، هر یک مادر تاجیک، هر یک در عموم ساکنان همین سرزمین فیضخیز و فیضدار البته به شک و شبهه آیت شکرانه بر لب از استقلالیت دارد، زیرا که واقعا باید افتخار کنیم که در یک سرزمین زندگی میکنیم تنج و آرام و آسوده. فقط یک کمک قدم های استوار، یک کمک جهد، یک کمک دوست داشتن کسب انسان را موفق میکند و البته با خلای میخواسته قلب میرساند. خب تشکر مرحمت معلم عزیز، چون شما امروز البته تربیت کننده نسل جوان هستید در یک فضای صلح و ثبات دیار عزیزمان و نظر شما را در مورد آن میخواهم دانسته باشم. شاید بیننده ما هم این رو منتظر همین سوال باشد، منتظر پاسخ همین سوال باشد که استقلالیت کشورمان که جوان 31 ساله را میماند، با نسل نورس، با نسل جوان کدام درها را باز کرد، چی درها را باز کرد، چی موفقیت ها را آورد؟ باعث خوشنودی و سرفرازی است که خلق شرفمند تاجیک زیاده از 30 سال می شود که 9 سپتامبر را همچون روزی به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه با دعوت مهمانان از دور و نزدیک جشن می گیرد. اگر به صحیفه های تاریخ نظر افکنیم، چون سال 1991 جمهوری تاجیکستان استقلالیت به دست آورد و با دخالت دولت‌های یا که گویم که گروه‌های افراطی در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی به عمل آمد و این خطری از بین بردن خود جمهوری تاجیکستان را داشت. بله. و در همین لحظه سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در عرصه میدان سیاست یکی از فرزندان فرزانه ملت امام علی رحمان انتخاب گردید که با کلی تمام وضعیت همان روزه را دیگرگون ساخت و اولین سخنانی که محترم امام علی رحمان پیشوای ما ابراز داشتند، من به شما صلح می آورم، ما شاهد آن هستیم که چگونه صلحی که ما به دست آوردیم نمونه عبرت تمام جهانیان گشته است. تمام جهان میخواهد فهمد که چگونه دولتی که در عرصه نابود شوی بود، چگونه دولت که از چند طرف هجوم کردن خواستن که نیست و نابودش سازن، توانست که در لحظه خود را به دست گیرد، صلح را به یگان جنگ با وحدت ملی را در 7 سال به دست آورد و تواند که با سرعت کیهانی هم از جهت اقتصادی هم از جهت سیاسی به پیش رود و تمام جهانیان شناسند در خریطه سیاسی جهان دولتی را با نام تاجیکستان. و بهوده نگفتند که هر کاری را که یک شخص پیشکش میکند اگر از دیگر طرف‌ها دستگیری نباشد آن کار به انجام نمیرسد. بله بله. و آن چیزی را که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان سیاست را پیش گرفت که در همبستگی تمام خلق آن را دستگیری نمود و ما به همین روز رسیده امان از آن برمیاد که ما دوست هستیم، ما اتفاق هستیم. بله. و باز هم یک بار دیگر به جهانیان ما اثبات نمودیم که ما تاجیکان خلق جنگجو نیستیم. چنانه که در 1000 ساله هایی که ما را استیلا نمودن، ما با زبان خودمان، با فرهنگ خودمان خود را متحد نگاه داشتیم، از اجنبیان و از مغول و از دیگران ما خودمان را دفاع کردیم، توانستیم که سینای رودکی را تا امروز نگاه داریم، تا امروز سینای ما را تمام جهان میشناسد، تا امروز شعرهایی که رودکی با قافیه‌های وزنین‌ترین نوشته است تمام جهانیان در حیرت هستند که چگونه در همان عصرهای میانه چگونه شاعرها و چگونه نویسندگان بودند. امروز ما نیز اثبات کرده شدیم که ما تاجیکان میتوانیم. من همچون سابقه داری مهنت میگویم که استقلالیتی که ما به دست درآوردیم این به آسانی به دست درآورده نشده است. با شرافت کمالات همین استقلالیت بود که ما جوانان حاضر در همین جا نشسته صحبت آزادانه میکنیم. در آینده هر یک جوانی که صاحب همین خیل استقلالیت کامل در دست دارند باید به قدر آن رسند در رشد یافتن فنهای دقیق در ساحه تکنیکی کوشش نمایند و پیش خود مقصد گذارند تا که به مقصد خود برای عملی گردیدن مقصد خود کوشش بخرج دهند. میخواهم که دانشجویان من جوانان امروزی ما آینده که دولت ما می باشند هیچ وقت به یگان مانعگی
کوشش به خرج دهند تا که دولت خود وطن خود را حمایت کنند. این چقدر به دست می آید اگر آنها صاحب مدنیت بلند، جهانبینی وسیع، دانش کامل داشته باشند. شما، ما و در عموم نسل جوان کشور، در عموم ملت صاحب تمدن تاجیک از شهد استقلال چگونه چشید و چی درهای امید را استقلالیت برای ما باز کرد؟ پیش از همه یکی از سیاست‌های، یکی تشبس‌های خردمندانه پیشوای معظم ملت ما این سیاستی درهای گشاد بود که و تمامی دولت‌ها تشریف آوردن به جمهوری تاجیکستان و جوانان ما امروز در اکثریت دولت‌های ترقی کرده دنیا دانشجویان ما، اسپیرانتان ما تحصیل نموده ایستادند. چون جمهوری تاجیکستان دولتی جوان است، آینده دار است، چون درخت میوه جوان به نقصان است. امروز ما شکرانه از آن میکنیم که در تمام نهادهای دولتی، اداره دولتی وقتی ما تشریف میاریم تمام رهبریت و قوه پیشبرنده رو جوانان میبینیم. محض این هم از نعمتهای استقلال است. خب ببینید که در خود کالج تکنیکی که ما فعالیت میکنیم امروز محفلی تکنیکان جوان فعالیت میکند که دانشجویان فعال ما، جوانان ما و تمام آزمون‌های سطحی جمهوریوی اشتراک کرده دستاوردهای خیلی نظررس را نائل شدند. از آن جمله یک دانشجوی کورس 3 ما اکرم فکابیر امسال پتنت جمهوری تاجیکستان را به دست آورد که یک دستگاه طبابتی را اختراع کرده است که در تمام مؤسسه‌های تندرستی ما میتوانیم آن را همچون دستگاه طبابتی که زیاده از 8 نمودی بیماری را طبابت کند با استفاده دهیم. این نیز یکی از دستاوردهای ما است. با دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف خیلی رشد کرده است. ببینید تأسیس دادن کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد جمهوری تاجیکستان که امروز چقدر جوانان ما رساله نامزدی و دکتری را حمایت کرده در وطن عزیزمون کار و فعالیت نموده ایستادند. ببینید مثلا آموزگاران گفتند، دانشجویان شما گفتید که واقعا استقلالیت این آزادی ملت است، استقلالیت این آبادی ملت است، استقلالیت این البته مستقلیت یک کشوری با نفوذ در عرصه جهانی است و افتخار و شکرانه میکنیم که در کشور ما پایدار است استقلالیت. خب چگونه باید احترام کنیم، چگونه باید این ارزش‌ها را قدرشناسی کنیم و چگونه توانیم همچون جوانان صاحب عقل این کشور مثلا در بیرون از مرز پرچم بردار این ملت باشه؟ نفس هر دم ز قصر عمر خشته میکند به دل، پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. یعنی که برای همه این دستاوردها معمار بودن در کار. معمار شخصی است که یک ایدئولوژی، یک فرهنگ تمدن به نظر گرفته از آن ساختار نو را، از آن یک ملت بزرگ را اداره میکند که این معمار بزرگی تاجیکی ما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم امام علی رحمان می باشد که ما به چنین دستاوردهای بزرگ در طول تنها 31 سال رسیدیم. چون اینه که بزرگان ما میگویند یا که گفتند تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی که ما هر یک جوان، هر یک نسل نورسی که آینده همین استقلال، همین ملت تاجیک در دست ما است، ما باید کوشش کنیم که این نعمت را قدر کنیم. ما اهل معارفچیان رو ضرور است که از خودی باغچه‌های کودکانه سرکردگی تا مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی کسبی، میانه کسبی و عالی کسبی سر کرده بهر وطن دوستی، ترغیب کسب آموزی با دانشجویان و خوانندگان بیشتر کار کنیم. امروزها می‌بینیم که اکثریت جوانان ما گرچند که در سطح حکومت پیشوای معظم ملت ما اینقدر شرایط و امکانیت را برای ما در ساحه معارف مهیا کردند، جوانان ما کمتر رو می‌آورند به کتابخوانی، از بر کردن علم.
امروز ببینید که در بین جوانان ما بیشتر کوشش میکنند که از صف خدمت قوای مسلح فرار کنند. پس این چگونه وطن دوستی را نشان میدهد؟ ما باید با این مسئله عزم کنیم. در تمام مکتب ها، خصوصا مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، ما همین مسئله را آموزگاران بیشتر تشویق و ترغیب کنیم و بین جوانان فهمانیم که عصر 21 عصر علم و تکنیک با سرعت کیهانی ترقی کرده ایستاده است. در شبکه‌های اجتماعی ما بیشتر کار کنیم، بیشتر آن موادهای را صرف نظر کنیم، نشر کنیم که به ما فایده است. واقعا هم ما هممون شاهد هستیم که با تشبث اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت معظم کشور، کتاب تاجیکان که با مؤلفی علامه باباجان غفورов نشر آماده گردیده بود و تمامی قشرهای جمهوری تاجیکستان با دسترس گردید. در تمامی ناحیه‌های دوردست منطقه و دهات این کتاب دسترس گردید. یعنی مقصد از بار دیگر به همین کتاب سرنوشت ساز یعنی رو آوردن ما تاجیکان در آن است که اگر هر یکی ما این کتاب رو با پورگی ورق‌گردانی کنیم، در آن تمامی قهرمانی های خلق تاجیک بر ضد اجنبیان آورده شده است. حتی میدونیم که مثلا قهرمانان سپیتامین، مقنع، تیمور ملیک جان خود را نثار کردند، لیکن برای آباد و پایدار ماندن وطن، منطقه خود، خلق تاجیک از بین نرفتن، یعنی که زحمت ها کشیدن و جانساری ها کردن. این چنین باز یک در برابر آزمون هایی که باری سالهای سیوم و چهارم رفته ایستاده است، مثلا فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، این چنین با یک آزمون دیگر یعنی تاجیکان در آینه تاریخ تأسیس داده شد که مقصد از این آزمون ها یعنی که ما انمون ارزش های ملی خود را یعنی احترام کنیم و در برابر آن کارنامه ها، آن قهرمانی هایی که خلق گذشته ما کردگی بودند پیرو آنها باشیم و نگذاریم که یک نفر بیگانه، یک نفری که میخواهد خلق تاجیک از بین رود، زبانش را گم کند یا اینکه پراکنده شود، ما باید به این راه ندهیم. بله. من رو آورده به جوانان میگم که به همین استقلالیت شکرانه کنید. آینده خود را باز هم از این دیده نخستر سازید که این از خود شمایان وابسته است. در راه از خود نمودن فنهای دقیق و فنهای تکنیکی به هر یک جوانان آینده همین وطن عزیز خود موفقیت میخواهم تا که همین دولت خود را باز هم نخستر پاینده تر نگهبان باشند. تشکر. چنانه که پیشوای معظم ملت دولت را به دست شما جوانان سپریده است، شما باید که از باوری پیشوا نبرآمده برای پیشرفت همین دولت سهم ارزنده خود را گذارید. سهم ارزنده شما خوب خواندن، خوب رفتار کردن، زیرکی سیاسی را از دست ندادن و برای خلق و وطن خود خدمت نمودن است. تشکر. خب من یک عالم سپاس میگویم به شما برای تشریف آوردنتون به برنامه و پیشنهاد اندیشه های تازه‌تون و امیدوار هستیم که از پیشنهاد برنامه ما و از ارائه اندیشه های شما بیننده که همین حال ما رو تماشا کرد خوب غذای معنوی برداشت کرد. اگر همین گونه باشد این اقبال بلند ما گروه ایجادی است بینندگان عزیز، زیرا تنها زحمت ما بران است که در کشورمون آسودگی، امن و امنیت و نسل جوان و در عموم مردم کشور به اقبال و مظفرت های زیاد برسد. با امید آنه که بازم در برنامه های نوبتی دیده به دیدار هم برسیم. تا نزدیکترین دیدار عزیزان، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.